اشتباه کن. نگاه کن، تمام بچگی به ما گفتن اشتباه نکنی، حواست باشه تصمیم اشتباه نگیری. چرا؟ چون نکنه اشتباه کنی و شکست بخوری. من میخوام بهت بگم شکست بخور. تا میتونی شکست بخور، تا میتونی اشتباه کن. هر روز اشتباههای زیباتر، اشتباههای بزرگتر اشتباه کن و از اشتباهات یاد بگیر و حرکت کن. اشتباه کن تا جایی که میتونی اشتباه کن. برعکس حرفی که همه آموزش و پرورش، همه خانواده، همه فرهنگ به ما گفته. اشتباه نکنی، تصمیم درست بگیر، اشتباه کن. حرف من با تو اینه، اشتباه کن. make mistakes تا جایی که میتونی اشتباه کن. آدمای موفق تو دنیا آدمایین که حاضرن اشتباه کنن، از اشتباه کردن نمیترسن. همه چیز توش اشتباهه، همه چیز توش احتمال خطر هست، همه چیز ریسکیه. زندگی ریسکیه، عاشق شدن ریسکیه، کوه رفتن ریسکیه، طبیعت رفتن ریسکیه، ورزش کردن ریسکیه، بیزنس راه انداختن ریسکیه، پادکست راه انداختن ریسکیه، نقاشی کردن و کارتو نشون دادن خطرناکه. همه چیز خطرناکه. در بطن زندگی یک عدم اطمینانی وجود داره که ترسناکش میکنه. باید با این زندگی کنی، باید با این عدم اطمینان، با این ترسی که به ذات توی زندگی هست زندگی کنی. این مال زندگیه. اگر تلاش کنی که این رو توی زندگی تجربه نکنی، خود زندگی رو زندگی نمی‌کنی و تجربه از زندگی میشه تجربه یه شکست. یه زندگی معمولی بی مزه یخ کوچولویی که اصلا بسیار بسیار پایین‌تر از جایی که تو هستی رو باید بهش قانع بشی. چرا؟ چون نپذیرفتی که توی زندگی ریسک هست. و بعد نگاه کن، تو هنر خودت رو ارائه دادن ریسک هست. و حالا واقعیت اینه، تو هنر خودت رو ارائه ندادنم ریسک هست. تو راه اندازی بیزنس ریسک هست. موافقم باهات. تو کار خودت رو راه بندازی. آقا من میخوام یه پادکست ضبط کنم خدمت آقایون و خانمای دنیا ارائه بدم، میخوام حرفمو بزنم، میخوام حرفم شنیده بشه. این کار منه. آیا توش ریسک هست؟ حتما. هزار تا ریسک هست. ولی خبر بد، انجام ندادنش ریسکی تره. چرا؟ چون انجام ندادنش زندگی تو کوچولو میکنه. تا آخر عمرت این تو ذهنت میمونه که من یه کاری بود که میتونستم انجام بدم، یه حرفی داشتم برای گفتن، میخواستم یوگا درس بدم، میخواستم آشپزی درس بدم، میخواستم یه روشی برای ارائه خودم پیدا کنم و انجامش ندادم. تو ورزش کردن ریسک است، تو ورزش نکردن هم ریسک است. تو بیرون اومدن از رابطه‌ای که خوب نیست ریسک است. من میتونم توی رابطه‌ای که خوب نیست بمونم، همینجوری بپذیرم که خب آخه اگه بیام بیرون ریسک، شاید تنها بمونم. خبر بعد، موندن توش ریسکی تره. یکیشون ریسکش لحظه است، یه بار باید تجربهش کنی، ازش عبور کنی. یه دونهشون ریسکشون تمام عمرت همراهت خواهد بود. زندگی تو تبدیل به تجربه شکست می‌کنه، یه شکست بزرگ. آخر عمرت تو تخت بیمارستان خوابیدی یا هر کجای دیگه، یه لحظه نگاه می‌کنی به زندگیت، میگی همین عمر ترسیدم، همین عمر به خاطر این و اون و حرف این و حرف اون و این قضاوت و اون نظر و این ترس و این شک کاری که باید انجام ندادم. در حالی که واقعیت اینه، من پیشنهادم برای تو اینه، اشتباه کن، خطا کن، صدمه بخور، دلت شکسته بشه، عاشق شو دلت شکسته بشه، اشتباه کن و دوباره از نو خودتو بساز. هر بار زیباتری، هر بار قوی‌تری، هر بار بهتری. زندگی اصلا تجربه شکست خوردن ها هر بار با چیزای بزرگتره. اینو کارل یونگ میگه. کارل یونگ، بزرگترین روانشناس تاریخ. زندگی تجربه شکست خوردن با چیزهای بزرگتر و بزرگتر و بزرگتره. امیدوارم تجربه شکستات هر بار بزرگتر بشه.